مرافعی نخستین 10 کارمند بازداشت‌شده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بعد از ظهر 19 ایول در دادگاه عالی آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها 3 کارمند خدمات گمرک و دادستانی کل تاجیکستان نیز نشستند. به اطلاع منابع رادیو آزادی، بررسی پرونده 8 تن از این افراد را معاون رئیس دادگاه عالی و 5 نفر دیگر را دادرس عنایت بر عهده دارند. همه این افراد از ماه اپریل امسال به این طرف در پیوند به فساد مالی بازداشت شدند. وقتی که ما به دادگاه عالی آمدیم، در پشت دروازه آن 10 نفر خویشاوندان و نزدیکان عیبدار شونده ها جمع آمده بودند و می‌خواستند وارد تالار دادگاه شوند، ولی ریاست دادگاه با نظر داشت مخفی بودن پرونده به جز وکیلان مدافع دیگر هیچ نفر از نزدیکان آنها را اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. روزنامه‌نگاران را نیز اجازه ورود ندادند و مادران و نزدیکان 10 کارمند بازداشت‌شده آژانس ضد فساد روز چهارشنبه به عنوان رهبریت دادگاه عالی تاجیکستان نامه نوشته خواستند که به نمایندگان رسانه‌ها اجازه داده شود تا وارد تالار شوند و مرافعه را از نزدیک نظارت کنند. از سوی دیگر نزدیکان عیبدار شونده ها در صحبت به خبرنگار آزادی از احتیاط کار می‌گرفتند و نمی‌خواستند صدای آنها و عکس و حرف آنها پخش شود. در وقت عکس برداری اعتراض می‌کردند، بر روی خود را پس می‌گردانیدند تا اینکه در نوار نفتند. مرافع نخستین تقریباً 3 ساعت ادامه کرد و طور یک وکیل مدافع به رادیو آزادی گفت امروز مسئله آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده هایشان بود که از جانب دادستانی کل انجام داده شده به دادگاه عالی فرستاده شدند. اما در صحبت هایی که در حاشیه این مرافع با برخی از نزدیکان عیبدار شونده ها داشتیم، آنها از دادگاه می‌خواستند در نسبت پرونده فرزندانشان محاکمه عادلانه و منصفانه صورت گیرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 ایول در یک نشست خبری گفته بود که مرافع دادگاهی کارمندان بازداشت‌شده آژانس ضد فساد پشت درهای بسته برگزار می شود. شاهیان نخستین مقام رسمی بود که بازداشت 10 کارمند آژانس را تصدیق نمود و گفت آنها اساساً به قلابی و رشوت‌ستانی گناهکار دانسته می شوند. همین طور تا کنون در مطبوعات نام دولتبی خیرزاده معاون سابق رئیس آژانس ضد کروپسی و فیروز خالمرادزاده، خورشید جبارزاده، فردوس عبدالغفارزاده، فخرالدین بازارف، قاسم سعیدزاده، امیرعلی سلطانزاده و دیگران معلوم بود.